سلبریتی‌های ترکیه‌ای چندین ساله که در زمره مشهورترین‌های جهان قرار گرفتن و صنعت سینما و موسیقی ترکیه رویه پیشرفت خیلی خوبی داشته تا حالا. تو این ویدیو 10 بازیگر ثروتمند ترکیه رو معرفی می‌کنیم. حتما همین الان روی دکمه عضویت بزنید و عضو کانال شید. شماره 10 کیوانش تاتلیتوغ. کیوانش تاتلیتوغ معروف‌ترین و خوش‌تیپ‌ترین مدل و بازیگر ترکیه‌ایه و عنوان براد پیت ترک رو به خودش اختصاص داده. این بازیگر همچنین عنوان بهترین مدل جهان رو هم به دست آورده. توی تعداد زیادی از سریال‌های تلویزیونی شامل نور، شجاع و زیبا و رویای پروانه بازی کرده. این بازیگر تا به حال موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین بازیگر مرد شده و ارزش خالص برآورد شده دارایی‌اش $1,000,000 و آخرین موقعیت رو توی فهرست 10 بازیگر ثروتمند اول ترکیه به دست آورده. شماره 9 آزگی آزاروغلو. جذاب‌ترین بازیگر تلویزیون و سینمای ترکیه است و در سن 17 سالگی در سریال تلویزیونی بیلدریم آشک بازی کرد و خودش رو به نمایش گذاشت. بعد از حضور توی این سریال تبدیل به محبوب ترین بازیگر زن ترکیه شد. این بازیگر همچنین برای بازی توی فیلم کوتاه عشق در کوهستان‌ها چه کار میکنه و در سال 2008 برای فیلم آزادی موفق به کسب جایزه شد. ارزش خالص برآورد شده دارایی این بازیگر $1.3 و رتبه 9 توی این فهرست رو به دست آورده. شماره 8 انگین آکیورک. انگین بازیگر موفقیه که به خاطر استعدادها و پشتکار فراوانش به یکی از بزرگترین ستاره‌های ترکیه تبدیل شده. توی رقابت‌های جذاب‌ترین مردای ترکیه توی سال 2006 شرکت کرد و بعد از اون برای نقش اصلی فیلم زکی دمیرکاباز انتخاب شد و اون رو به بهترین شکل ایفا کرد. در سن 30 سالگی برای بازی توی فیلم انگین آکورک موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر سال شد. ارزش خالص دارایی‌های این بازیگر $1,500,000 و توی رتبه 8 این فهرست قرار گرفته. شماره 7 هزالکایا. هزالکایا یکی از ثروتمندترین مدل‌ها و بازیگرای ترکه که هم توی تلویزیون هم توی سینما کار میکنه. این بازیگر کار حرفه‌ای خودش رو با مجموعه تلویزیونی جنکو آغاز کرد. هزالکایا یکی از بهترین بازیگرای زن توی ترکیه است و ارزش خالص دارایی‌اش حدود $1.8 تخمین زده شده و 7مین بازیگر ثروتمند ترکیه است. شماره 6 مرات ییلدیریم. مرات ییلدیریم یکی از ثروتمندترین بازیگرای ترکیه با ارزش خالص دارایی برآورد شده $2,000,000 و توی رتبه 6 از این فهرست قرار میگیره. مراد در ابتدا یه بازیگر تئاتر بود و اجراش مورد توجه نویسنده‌ها قرار گرفت و بهش پیشنهادهای جذابی دادن. همچنین با حضور توی سریال فیترینا به همراه بازیگر زن بورچین ترزیوغلو که در واقع همسر آینده‌اش بود مشهور شد و به عنوان بهترین بازیگر مرد در فیلم آرف برای دریافت جایزه گلدن اورنج نامزد شد. شماره 5 برنسات. برنسات بازیگر زن ترکیه‌ای که از همون زمان آغاز فعالیت حرفه‌ایش به خاطر سبک بازی که داشت طرفدارای خیلی زیادی به دست آورد. او با نقش کوچکی در سریال تلویزیونی کار خودش رو شروع کرد و موفق به کسب 2 جایزه گلدن باترفلای شد. برنسات بارها نامزد و یا موفق به دریافت جوایز ملی و بین‌المللی از جمله بهترین بازیگر زن جوان، بهترین بازیگر نقش مکمل، بهترین بازیگر نقش اصلی در طول حرفه خودش شده و ازش به عنوان بهترین بازیگر زن ترکیه اسم برده میشه. ارزش خالص دارایی‌اش حدود $3,000,000 و 5مین بازیگر ثروتمند ترکیه است. شماره 4 براک اوزچویت. براک مدل سابق و بازیگر مشهور ترکیه است و رتبه 2 رو توی رقابت بهترین مدل‌های جهان به دست آورد. او توی سریال‌های تلویزیونی و سینما ایفای نقش میکنه. براک بین ایرانیان طرفدارای زیادی داره. ارزش خالص دارایی‌اش $3,000,000 و توی فهرست 10 نفر بازیگر ثروتمند رتبه 4 رو به دست آورده. شماره 3 تولگان سایشمان. مدل و بازیگر جذاب و محبوب ترکیه، همچنین دارای عنوان بهترین مدل جهان و به خاطر بازیاش توی تعداد زیادی از فیلم‌ها شهرت زیادی داره و ارزش خالص دارایی‌اش حدود $5,000,000. این بازیگر 3مین نفر توی فهرست ماست. شماره 2 نورایسان. نورایسان ثروتمندترین زن مشهور و بازیگر ترکیه است و اصالتاً دورگه است و آلمانی ترکیه. این بازیگر به خاطر بازی فوق‌العاده‌اش در نقش پیکر در سریال محبوب اد جاولاف بسیار مشهور شده. او همچنین توی فیلم‌هایی به اسم ولی آف وولفز که برگرفته از یه داستان فلسطینی ایفای نقش کرده. ارزش خالص دارایی‌اش حدود $5,000,000 و در رتبه 2 فهرست 10 تا از ثروتمندترین بازیگرای ترکیه قرار میگیره. شماره 1 آسلی تاندوغان. آسلی ملکه زیبای بازیگر و ثروتمندترین بازیگر ترکیه است که با ثروتی معادل $10,000,000 در ابتدای فهرست 10 تا از ثروتمندترین بازیگرای ترکیه قرار میگیره. آسلی یه بازیگر مردمیه و کلی طرفدار توی ترکیه داره.
اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما همین الان توی کانال ما عضو شین.